Ay murdum Oma larza girifsay. Ya baqvat to buta maskara burora. Odan baqvat to buta maskara buro tiga baro chi ishtab chi. Ay guyo ki makadim. Mam doğru kenja maskara giram özüm. Agun alafa agun china mitesha khaymara bisoni gonakna. Monda shidim oxi sharti barnoma. Odamlara kishtanay. Duxkashi qinay, ish qinay, ush qinay kadam kurusura. Dandon kani. Oppa. Ay suxtum. Ay mümkün est moda. Umuman moda mümkün est. آمدن نوروز هم از بامداد آمدنش خورم و فرخنده باد. امروز 21 مارس سال 2023 روز جشن بین المللی نوروز خجسته برای تمام فارسی زبانان دنیا این جشن اجدادی مبارک باشد. برنامه یونیورسال لیدی بانوی پرهنر با اشتراک یکی از بهترین دندان پزشکای شهر دوشنبه بانوی واقعا پرهنر گلناره محمدова. سرتماشابین ترین لایحه کشور بانوی پرهنر طول 6 سال است که پیشنهاد می‌گردد. یونیورسال لیدی نشر اول 2023. گلناره دندان پزشک است. کار خود را خیلی دوست می‌دارد. بعد ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا برای تجربه آموزی 2 سال در دولتی قطر بود. هنر دندان پزشکیش را در اتاق کاریش شاهد گشتیم. خیلی خوب بود. اینک در برنامه بانوی پرهنر هنرهایش را در فضای ده می‌بینیم. سلام علیکم گلناره بانو. جشن نوروز مبارک. روحیه چگونه است؟ در این روز نوروز، در این روز زیبای بهار مشغول یکم کار نبودین؟ ما بود شما را ناراحت نکردیم؟ تاب چگونه است روحیه؟ خوب؟ پر انرژی برای کارهای ده تیاره. تمام مردم کشور را تهنیت میکنیم. یک تبریکات خاص گلناره برای تمام مردم کشور که امروز واقعا در روز نوروز قرار داریم. نوروز همه شما مبارک بشه. خب تمام. گلناره امروز میگوید که من کم حرف میزنم و بیشتر کار میکنم. همین گونه؟ خب مطمئن هستم که این برنامه با اشتراک گلناره یک دندان پزشک خیلی ماهر و نادری کشور در سطح بلند میگذرد. چون امروز که روز نوروز است ما هم با یک روحیه زیبای ایدانه میخواهیم که از دل کشور، از پایتخت مملکت، از شهر زیبا و پرنور دوشنبه به یک دهه خیلی زیبای کشور برویم. ما را همسفر باشید، بهترین لحظه ها را ببینید. میرویم؟ مرحمت. دوستان عزتمند رسیدیم به دهه باغستان حصار شادمان. اینک یونیورسال لیدی بانوی همه طرفه گلناره میآیند به این خانه و مهارت خود را میسنجند. سلام علیکم. یک بار چه اومدن؟ مغز اومدن؟ را دراز نه؟ کوتاه نه. خوب. بیت. مرحمت.
اینجا همون دهایی که همون خانه‌ای که مخلصان انتظارن هنرهای شما رو در آن همین خانه در آن همین ده میبینن. چقدر فضای ده معقول شد؟ ها؟ بیشتر شما کم گپ میخوام که یگان شیرین گپ بزنید. مرحمت. برای گلنورا همگی چند دقیقه وقت بدیم تا لباسای کاری را ببر کنیم و شروع کنیم. 20 دقیقه. نمیشه. 20 دقیقه؟ من یک اشتراکچی داشتم 135 کیلوگرم بود گلبهار. در 2.5 دقیقه و 3 دقیقه لباسی بس کرد. 5 دقیقه. میشود. خب یکم بخش رو میدونیم میخوام از چی شروع کنیم از جوشیدن گاو. این بخش این شرط یکی از شرط‌های اساسی برنامه است و من میخوام که همون شیری که میجوشی تیار میکنی با همون چیز یکم خوراک تیار کنیم و تا آخر برنامه از همین بخش ما سرچشمه میگیره دیگر بخش های ما. شما راضی؟ شروع میکنیم. خواهر جان یک سطل بیارین. سطل گاو جوشی چند لیتر میجوشیده باشه؟ ما عموما گاو جوشیده نیستم. نه. آها. این گوی گیزاله میتوه کو؟ میسازه. این گاو چی نام داره؟ ماشه ماشه. خب. یکی بزنه چی؟ نه کنی برو نزدیک شه. شما قطعا نمیدین؟ نه من وظیفه من دور باید نگاه کنم. شما قطعا بیاین آخی نزدیک شوین. این ما را به زیر نگاه خریسته. اینا چی گفته نوازش میکنی؟ باش. اینا میمونه با فکر مرا. اگون علافه اگون چی نمیتیشه خیلی مرا بیسونی گونه کنه. اگر که من با دو همی یکی اگون شتا در دستانه در دندانتان زد ما جوابگر نیستیم. نه جواب در کره مده. خیلی کنیش نه جوابگر نیستین. یکی خیر اگون خودت با خودش خودت اومدگی خیر. خوش شبا اگون چی نمیکنی خیلی. ما خیلی خلاف بیاریم بدم. تو خلاف آوردن شما یک وای کنین یک مهربانی لطف. ای خودش اوس کردسته. خیلی میکنم وای باش. کوزی علاف بیارن شیقه. باید بوشویم خیلی. تمام؟ ایرا پرتم؟ شوشتم همشه. خیلی شوتان هم بیقه شد. شیر نداره اینا خیلی نجوشیدیم که بسه من میتونستم دیدی
او دیگراش در هیچی نیست. همین یک تاش داری. این در نیوه بو. خیلی بس یک اینا خیلی جوش دیم. این خیلی شما خداره. خیلی یعنی چند خد؟ یک کیلو. خیلی میشه. بها گذاری کنیم 2.5 بهاتون در بخش اول. توبه ای دیمه شیر نداشته باشه. شیر میداشت مساتی لپر میکرد. ما کمتر ناوقت اومدیم به فکرم. تو شما اومدین که صاحبی گو جوشیده بود الاکای. و چه ما رو بهای 2 میمونید؟ برای جرأتتون بهای 5. میشه 5 پلوس خط کلاسه و لایکش. میشه تمام. بخش اولی برنامه بود. میگذاریم به بخش دوم در دهه باغستانی ایثار شادمان. بخش دوم. بخش دومی برنامه یکی از عنعنه‌های بسیار قدیمی مادران تاجیک، زنهای تاجیک در دهات قریب که شاید در یک هفته 1 مرتبه 2 مرتبه حتما این کار اجرا میشد. البته نفرانی که گاو داشتن با شیر و دوغ و چکه سر و کار داشتن و امروز اشتراکچی نوبتی ما 1 دقیقه اگر امکانیت باشه من گپ بزنم اجازت. در بخش دوم گلناره دوغ میکشد و مطمئنم که مسکه خوبی خانگی حاصل می شود از این اجرایش. این باید امو باید تا اون اخره؟ باید امو باید تا اون اخره. نه سرود خونده نمیتونم. شما زمزمه کنین؟ من مهنت کردم. همین به 25 دقیقه کنیم و مسکه حاصل میشه اوجه خود. دستم درد کرد. رفتیم. بخدا دستم درد کرد بهر دین. رفتیم خرید شد. کاملا برای چونه نداره. ورزش مشغول شدن رفتیم. نمیشود دیگه بخدا. بیا تاتون کنین مرده که همین مسکش بروی باید من میشینم اخی. این نکش مرا نفهمیدم. تو سخت و استاد. کامش رفتیم. نگم با شما دیدگین که مسکه بتناسم دیدیم. بخدا دیدگی و نبروی چی؟ میبروی جو گرم اون نبای کردیم کن اوجه میبروی و گرم خونه کنم میخواه که نبروی نبروی بهای 2 میشه همون بیا هم دیگه بهای 2 یک کم کم اوجه زردی برو ماده 3 بلو خفته رفتیم. من میخوام که از اشتراکچی برنامه اقلا 1 بریم مسکه بخورم، مسکه خونگی. دوغ بخوری چی؟ اینا دوغ تیاره. نه مسکه. دستم کراخ شد. رفتیم. خیلی خود مساس کنم رو مول ما. رفتیم. خانم جو. یا بقوات تو بوتا مسکه را برو را. این بقوه تو بوده مسکه برو تو دیگه برای چی اشتراکچی؟ خیلی گویا که من کردم. ما هم دوغم که اینجا مسکه بگیرم موزی.
Матья, чеком میکنی؟ اینا ماسکه یعنی برو بسای بحردین 2 minut نمی‌شود دیگه دیگه. کاکل 2 minut دیگه چای 20 minut دیگه قوت ندارم دیگه وابشه نمیشود دیگه امرا بگی چیزی هست رونا 2 minut دیگه که نشود تمام برنامه بخش تمام قوت نیست امرا تو بتون دیگه شروع یک کاسه ماسکه شدینه این میره برد خوادین مو یخ میکنی چیکار کنیم میرا چیکار کنیم ماسکه ما هم ترک دیگه بود در کار کنیم چیکار کنیم این بخشه چیکار کنیم همون بخش دو مونو بس که همون دوستان عزتمند بخش دوم با تلاش ها و با زحمت ها و با خون جگر شدن های گلناره به اتمام رسید لیکن بهاگذاری و قضاوت به خود شما است چون میبینیم که تقریبا یک نیم ساعت قریب نیم ساعت زحمت کشید متاسفانه همون چیزی در کاری حاصل نشد چی با هست موردی خب دوستان عزیز این بخش دومی برنامه بود بگذاریم به بخش سوم بخش سوم نمک را بسیار میاندازم برای که در درون آب خچگون نکنه این تخم برای همین زولا در درون آب بزرگ نشد شو گرفتیم چی آوشن سوزه نمکش شورا کردیم شورا کردیم نمکش میشوم یعنی که در برابر دندان پزشکی هنرمند خوبی کدبانی خوب هم هست نه؟ ما فکر میکنیم که همه زن باید این هنر را داشته باشه آسان نیست استوماتولوژی نه استوماتولوژی یقینه ولی در نظرم آسان میتوه یک استوماتولوژ یا یک علمه یک علمه 5 سال میخونیم این با یک نگاه یادش میگیره
باید بگیم که گلنوره بانو بسیار فعال است در اینستاگرام هم مشتریان خیلی زیاد دارد نکم قریب تا 100,000 بله استاماتولوگ بلوگر کدبانو همین جای خطی مده موزیکا مانی این کارهای دوست داشتمون اما هر روز کردن نمیتونیم مونده میبیویم خانه ها ایره روزای یک شنبه میکنیم که روزای اگون رازمیکا ده خریدیه باید یک سر جوش بزنم باید یک جوش بزنم بیا خوش بیا دست نره جنه که طبقه میتر خوش بیا اوجا با اون میکشم طرفشته انا فکر میشه او خبره او بیا شروع خبره باید کبی که دبایش کبی وازمی کار
خب بسم الله الرحمن الرحیم اوقات تیار نموده گلنارا گلی رو میچشیم و به حافظی میکنیم که ادامه که رقم دونن نقط گاب نیست گاب نیست خط آمده احسن و آفرین در بخش سیوم این بخش سیوم بود ما با گروه جوری در کشتی کامرا با راجبالی اکتر جوری تاورنون سابا جلسه هستم دیگه همه کسانش جون میکنیم بعد ما را کنم کامرا را میکشیم میخویم دوستان عزیز جشن پرشکوه نوروز خجسته مبارک باشد. در روز نوروز قرار داریم در دهه باغستان حصار شادمان با یک بانوی پرهنر گلناره محمدова دندانپزشکی بهترین در پایتخت کشور. بخش چهارم با پوبیل کردن آغاز می‌گردد. این اخیران پوبیل کردن تیار داری؟ من نکردم پوبیل یگان بار نه که دیدم چخیل پدرم کرده بود. شما کردگی نیست؟ کاری زنکی نیست اخی. انک میره کورا در بعضن خانواده ها هستن که مردم با دیگر کارو مشغولن، زنها میتونن این کارو انجام بدن. مردم مثلا کدام کار؟ همین پوبیل چیست کاری مردکیه؟ اگر ما روز گویم که شما انجام میتین چه؟ خیلی من دیدم اکای روی دیدنم من میدونم ایرا چخیل میکنن میدونم که کاری زنکی نیست پوبیل کنن. یگون زنه کدگی نیست ای کورا؟ من ندیدم. زگی نیست؟ نه. لیکن در این برنامه انجام میدیم. با ایسا بیار دوسته شروع میکنیم. میدونی خیلی تقریبا همین قدر بیاری باید کافی است. بسیار بد میشود. رفته. شروع میکنیم. رفتیم شروع میکنیم. یک چای تلخی کبود نشده نظاره کدام ایستم. بس نیست نمیخواد. ای من 20 گرفتستم چی همیرا؟ همیرا من 20 گرفتستم چی ها؟ ایرا نمیشمش برداشته. تو چی و همین جمع میگیری در همین جاش نپرتایش. این جا گرفتی نمیجا پرتای که بزن وای توی نه. فهمیدی؟ پرتای در جاش میگیری. خیلی دیگه نشون تو. وزمینی بده خیلی کم میگیرم اگر نمیشه اینه خیلی اینه چی را چک باناشید دوجه نه پرتا بیره پرده سریعت کن آی وزمین بخدا وزمینی بعدش گرفتم نه یاد گرفتم اینه دوخکشی کینه ایش کینه کدام کارو کنه دندان کنی مونده شیدم خیلی شرطی برنامه آدم ها کشتنه نمیشه وزمینه دستم ای کار موند چی میگه؟ دیگه نمیکنم
بس های دیگه نمیکنم. راست برو تمام. نه دیگه نمیکنم بحر دین بخدا مونده شیرین. نه نمیذارم خلاص تمام. بخدا میروز تمام بره. ای بسیاری باد اینم. اوه خدایی. سو سختگیر بوده. نمیتونم زورم نمیرسم. نمیرسه زورم نمیرسه. بخدا وزمینه. انا مرا بکش پارچه. انا خلاص. دور پارچه. نمیشه. هم خیلی از اون کشیده بده دارم برنامه. دروغ. همه سبوکه؟ باشه خب بلکنی بگو جان جان گفته راضی میشه با. تمام راست شد راستی هم گفتگی چید. اینا. فینیش. تمام فینیش باشه فینیش نکی. تماشاگران گرامی در 10 دقیقه یک به یک کرد. اسم ایزا نکش. ایزا نکش. خب دوستان عزیز بخش چهارمی برنامه یونیورسال لیدی با اشتراک گلنار بانو بود. قابل کردن تا حدی که توانست کرد. بله تقریبا یک به یک در 10 دقیقه که فکر میکنم زن دهات در این 10 دقیقه 5 به 5 رو علاقه کرده بود نه؟ احسن به زنهای دهه و احسن به گلنار بانو برای در 10 دقیقه یک به یک قابل کردنش. این بخش چهارمی برنامه ما بود. میگذاریم به بخش پنجم. دوستان عزتمند آهسته میرسیم به بخش پنجم برنامه بانوی پرهنر و من نمیدونم تا این بخش پنجم شما هنرهای گلناره رو چگونه پذیرایی کردید در زیر کامنت بگذارید. با صفحه ما ابونه شوید یعنی که پادپیسات کنید و دیگر برنامه‌های ما رو برنامه‌های فرهنگی ما رو و مخصوصا یونیورسال لیدی رو در فصل زیبای بهار از این شبکه تماشا کنید. این بخش پنجم است و بخش پنجم با از پیش که ماه شریف رمضان است البته کلچه های با مزه شیرمال رو در همین تنور گلنار بانو میپزد. آماده؟ مرحبا. ای سوختم. تماشابینان عزتمند ببینید کلچه و چگی میگن تو هم کلچه پیش کلچه بهترین کلچه MG یعنی که محمد و گلناره
در حقیقت در بخش پنجم هنری فوق‌العاده و والا نشان داد. گلنورای عزیز کلچه ها بسیار فکر میکنم طعمشون هم به هم تاخت. آفرین. همون شیری دوشیدگی من قطع کنیم. همون شیری سهر بودم. آفرین. این بود بخش پنجم برنامه یونیورسالیتی با اشتراک گلنورا محمد. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، تماشابینان همیشگی برنامه‌های کانال پیشرفت، نوبسته از آنه که اشتراکچی اولین ما در سال 2023 گلنورا محمد و بسیار یک دختر آرام طبیعت، کم گپ است، لیکن همه بخش‌ها رو در سطح عالی طوری که شما دیدید به حد خوب اجرا کرد. فکر میکنم این آغاز همکاری های ما نیست. آینده باز همکاری میکنیم. آینده باز برای اسپید و تازه کردن دندان ها و لبخند های زیبا باز به نزد گلنورا بانو میرویم. و در آخر برنامه صحتمندی بردباری میخوایم به شما. تشکر. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد. رحمت. ایام خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رساند. خدا نگهبان همه شما.